تو پشتون، تو تاجیک، تو ازبک، تو هزاره، اهل اونو برادر دشمنی درینیت بشناس، تبایی تا بشناس، غلام و برده ها را بشناس. در اشتباهات دوباره اشتباه نکو، اشتباهیت در گردن بگیر، اصلاحات کو. برادر ما در اروپایی ها که اروپایی در افغانستان پیام است، برادر پشتون و ازبک و مزاریم دیسا یکی دیگه تان در یکی دیگه تان بچسبانین. این طوفان سیاهی که سری حریم و کشوری ما حمله شده، امیر با شانه با یکدیگر مقاومت کنین، پیش ببرین، یک تا قلوخی وطن در مردم بیگانه نتید. برادر پشتونی عزیز، ازبکی عزیز، همه قومای عزیز، خون با خون کس نشوشته. گذشته را سلوات. امروز بیاین دی طوفان امروزی استار چین، دی تعرض امروزی استار چین، دی قتل خون امروزی استار چین. خیلی که این دایلوگی که امارت اسلامی استفاده میکنه، این دایلوگ جدید نیست و الان ما حکومت در دست مردم نمیتون. این دایلوگ امیر عبدالرحمن خان است، این دایلوگ غازی امان الله خان است، این دایلوگ شهید سردار محمد داود خان است، این دایلوگ شهید دکتر نجیب است. بله. و امروز هم امی امارت اسلامی امی دایلوگ میگه، امی دایلوگ تو امارت اسلامی میگه خانیت آباد. قربانت شو. برادر امی 4 سیاستمداری را که من برادر به رادیو آوری کردم، امی حکومت جمهوریه را گرفت در دست امارت داد. من به صفت یک سرباز وطن تابالی را نظارگر هستم. سلای ما در برده کبالی نفروخته، تانگ ما در ایران مندهی نفروخته. امروز همراه امو سلا و امو تجزاد ما از حریم و از ناموس ملی ما دفاع میکنه. ولی در 4 سال پایچه بیلر لندغه را گم کرده. ما به صفت یک سرباز دانایی را اعتراف میکنم. امروز سیکو برادر مستقیلا آشکارن سری کشوری ما، سری ملکی ما، سری ناموسی ما، سری غیرتی ما برادر، سری حریم هوایی ما، سری ما تعرض کرد. ما در تایمنی ما مردم اسماعیلی زندگی میکنیم. مطبوعات اوجه قید شدگی است. طفل 45 روزه درونی گواره